سلام، حالتون چطوره؟ امروز دوشنبه است. بذار ببینم چند فوریه میشه. اگه اشتباه نکنیم بله 16 فوریه، اول هفته‌مون. آقا بیا یه تحلیل نقره برات بگیرم، کیف بکنیم، ببینیم ایشالله که اونجوری که ما فکر میکنیم میشه یا نه. یه کندلا رو اول نگاه بکنیم چه خبره. یه زوم اوت بکنم. میبینی آقا این نقره است، این حرکت نقره است. اومده $48 برگشت سنگین $4 مجدد $49 و شیکوندن $49 ما رو وارد یه کانال جدید کرد. یعنی یه صعود عجیبی بهش داد تا های تقریبا $123 هم اومدیم بالا. کندلا رو ماهانه داریم نگاه میکنیم. خب یه ریست بکنم. توی همین قسمت چی داریم ما الان میبینیم رفیق؟ اینجا الان چی میبینیم؟ 11 روز دیگه مونده کندل ماهانمون بسته بشه. چی داریم میبینیم؟ آقا ما میبینیم که این ریجکشن قوی خورد، بالای بادی بستیم. میبینیم بالاش بادی بست، باعث صعودی به ما نشون داد. خب ولی منتها یه مقدار که رفتیم بالا، مقاومت سنگین برگردوند رو به پایین تا $63. درسته؟ پس اینجا تو ماهانه تو ماه قبل به ما باعث صعودی رو نشون داد. تا $63 $64 تقریبا اومدیم. هایی هم که زد $92 بود دیگه، نتونست اون های $120 رو بگیره. آیا الان جای خوبیه؟ مثلا خب میگیم آقا این اومده یه کفی ساخته و خب داره برمیگرده سمت بالا، 11 روز مونده چیزی نمونده، این قیمت میخواد بره رو به بالا. نه، اتفاقا من نظرم برعکس. بریم هفتگیمون هم ببینیم چه خبره. هفتگی دیسیژن کندل قوی، پرایس اکشن ما ریاکشن برگشت قیمت رو دیدیم، رو به پایین اومدیم. انقدر که این فشار فروش سنگین بود، یه گپ نزولی شدید باز کرد. میبینید اینجا، ببینید نگاه کن، کاملا از $84 تا ناحیه $82 رو با گپ نزولی باز کرد هفتگی. ریزش شدید تا همین $63 که حمایت گرفت، برگشتیم رو بالا. $91 هم دیدیم، گپمون سر جاشه، همچنان پر نشده. $74 مجدد حمایت گرفتیم. میخوام اینو بگم، ما ببین از نظر کندلی فعلا چیزی که داریم میبینیم، هفته گذشته داخل رنج هفته قبلش بسته و مثلا میتونه باعثمون چی باشه؟ بگیم آقا حداقلش اینه که میخوایم رنج بزنیم اگه بیشتر نریزیم. ولی اگه یه ذره بیشتر دقت بکنیم، میبینیم بادی کندل هفته قبل زیر بادی هفته قبل ترش بسته. $77 نبست، اومد رو مثلا یه مقدار این مقدار پایین تر بست. خب این هفته هم تحویل قیمت وقتی شد، به محض اینکه تحویل قیمت شد که الان 4 روز دیگه هم مونده کندل بسته بشه، رو به پایین کار کردیم. درسته بادی کندل الان در حال حاضر سبزه، ولی رو به پایین ما کار کردیم. بریم روزانه‌مون هم ببینیم. خب روزانه همین چند کندل آخر ریزش شدید، یک گپی جا موند، رو به بالای حرکتایی کردیم، مجدد ریزش شدید، برگشتیم اومدیم پایین، دوباره رفتیم رو به بالا، با یک گپی رفتیم رو به بالا، مجدد ریزش شدید. این بار تو روزانه نیومد دیگه این لوهای قبلی رو بگیره. خب داخل این هفته بس، داخل این هفته خودش رو نگه داشت. روزای بعدش هم حمایت گرفتیم، فعلا از $73 حمایت گرفتیم، درسته؟ ولی خب ما یه چیز دیگر هم باید دقت بکنیم. یه ذره اگه زوم اوت بکنیم چی میبینیم؟ ببینیم آقا یه روندی بوده، سعودی اومده رسیده $54، اینجا دوباره مجدد از اینجا حمایت گرفته رفته رو به بالا. این ناحیه 48 تا $50 یه دیمند حرکتی بلند مدت برای ما درست کرد، درسته؟ بذار حالا الان وقتشی که من دیگه اینو بزنم. خب یه دیمند حرکتی بلند مدت برای ما اینجا درست کرد تو این ناحیه که من اینو به صورت هفتگی تنظیم کرده بودم. این خط قرمز رنگم اون دوتا لوحای ماهای قبل بود، دوبار اومدیم تا $50 برگشتیم. اینجا شکستش بود که ما بعد رفتیم شیکوندیم، خوب اومدیم پایینش حمایت گرفتیم، حمایت خوبی گرفتیم، رفتیم بالا، دوباره اومدیم یه حمایت گرفتیم، حرکت شروع شد.
ببین حرکت شروع شد، اومدیم موسم رو نگاه، اومدیم تا $83. $83 یه ریزش، $70 حمایت گرفتیم. حالا من چی میخوام بگم؟ نگاه کن، این $70 حمایت گرفتیم، نتونستیم بشکنیم $83 رو تو روزانه، مجدد برگشتیم. حمایت اصلی ما یا دیمند این موج آخر ما میتونه مثلا این ناحیه تقریبا 73 تا $79 باشه. از نظر کندلی اینجا شما میبینید که بذار من یه مقدار اینو چیز بکنم کاملا مشخص میشه. ببین ما اینجا اومدیم بادی کندل، این ریزش شدید اتفاق افتاد، حتی شادو زیر بایس دیلیمون رو زد، یعنی کلا نزول رو داد، اصلاح کوچیک، بادی اومد کامل زیر بس، مجدد شادو اومد پایین، حمایت قوی گرفتیم رفتیم رو به بالا. خب یه سناریو اینه که خب بله بگیم آقا ما اینجا حمایت قوی گرفتیم، رفتیم رو به بالا و اومدیم رسیدیم به این ترن لاین و الان هم اینجا داره تمام تلاششو میکنه که رو به بالا ترن لاین رو بشکنه و ادامه حرکت حداقل به سمت $86، بعدش $92، بعدش هم میشه همین فیر ولیو گپی که ما توی بلند مدت جا گذاشتیم، میدلاینش میشه یه مقاومت، سقفش یه مقاومت و سقف آخرم که میشه $120. یعنی به عبارتی تحلیل شماره یکمون چی میگه؟ میگه آقا سیس چارت داره به من چی نشون میده؟ میگه آقا یه پله ریختیم، اصلاح پله عمیق‌تر، یه ذره رو به بالا، دوباره حمایت گرفتیم، الان میخواد بره رو به بالا. الگویی هم میخوایم بسنجیم، میگیم خب یه الگوی مثلا سر و شانه داره بهمون نشون میده که رو به بالا داره برمیگرده. درست؟ این تا اینجا این سناریوی شماره یک. ریزش بیشتری نداریم، یعنی دیگه ما $64 رو نمیبینیم، دیگه $73 رو به پایین شکسته نمیشه و رو به بالا حرکت میکنیم. اما بریم برای سناریوی دومی که من محتمل تر میدونم. بریم تو 4 ساعته نگاه کنیم. ببین رفیق، چیزی که هستش این خط سبز رنگ همون دیمند حرکتی ما بود تو روزانه قبلی که ببین اینجا با شادو شیکوندیم، بعد اومدیم بادی زیرش بستیم و مجدد رو به بالا حرکت کردیم. درسته؟ زیاد این خطه گیجتون نکن، این خطه پررنگ برای ما الان مهمه، کم رنگا زیاد اهمیتی نداره برای ما. الان کجاییم در حال حاضر؟ چی داریم میبینیم تو این تیکه چارت؟ یه ریزش، اصلاح، ریزش، اصلاح، دوباره ریزش، دوباره داره مثلا تلاش میکنه برگرده به سمت بالا. آیا واقعا میخواد از اینجا رو به بالا حرکت بکنه؟ خب مثلا نگاه میکنیم میگیم آقا شاید طبق یه سناریوی حرکت بکنه، ولی من نظرم راستشو بخواید ریزش بیشتره. چرا ریزش بیشتر؟ بیا اینجوری به قضیه نگاه کنیم. میگیم خب یه ریزش، یه های لو، لو، های لو، مجدد من اینجا انتظار لو دارم. خب انتظار دارم یه لو دیگه ببینم. از نظر فاندامنتالی هم وقتی میچینم تو ذهنم میگم آقا اینا چند روز پیش مثلا فردا مذاکره دارن، خب یه 2 هفته‌ای هم به ایران مهلت داد. نمیشه اعتماد کرد، نمیشه مثلا اصلا نمیشه به این قضیه وزن زیادی داد، ولی یه 2 هفته‌ای هم بهمون فرصت داد. فرض کن با یه حرفش هم بمونه، فرصت دارم بده. خب چه اتفاقی میافته؟ تمام کسانی که الان دارن اینجا خرید میزنن که رو به بالا قراره حرکت بکنه، میایم یه مقدار بالاتر. خب اجازه بده من اینجا دیگه الان ما فکر میکنم با همین تیکه فقط کار داشته باشیم. درسته؟ ببین نگاه حرکت رو به بالا صورت گرفت، دوباره مجدد ببین این لست لاین آف دیفنس رو عدد $79 تو تایم فریم 4 ساعته با این کندل قوی شیکونده شد. درسته که کندل ما اومد به این اوردر بلاک ریاکشن نشون داد، گیر کرد توش، خب از همین برگشت رو به بالا. ولی ما الان چیزایی که برام مهمه میدونیم که یه مقدار لیکویدی خارجی این قسمت جا گذاشتیم که حالا بماند از قبلم لیکوید داشتیم، یه مقدارم اینور لیکویدیتی داریم ما. درسته؟ بازار
بازار نقره و طلا اگر قرار باشه شرایط جنگی مهیا بشه، مثلا که هست شرایط جنگی تو دنیا هست، فقط حالا ما بحث ایران رو داریم میبینیم، احتمال افزایش قیمت نقره و طلا و این فلزات گرانبها هستش، احتمال افزایش قیمت اوراق قرضی آمریکا هستش تو بازارهای پر ریسک از نظر ژئوپلیتیک، خب از نظر جنگی. ولی الان کجاییم؟ الان در حال حاضر کجاییم؟ خب من گفتم سناریوی دومم من دارم کف و سقف‌های پایین‌تر می‌بینم و انتظار ریزش بیشتر دارم. کی می‌ریزیم؟ چه زمانی می‌ریزیم؟ من احساس میکنم حس من چی میگه؟ میگه آقا ما احتمال داره که یه حرکتایی، اجازه بده دیگه اینجا رو با خودکار چیز بکنم، یه حرکتایی داشته. ببین این فیر ولیو گپ که سفید رنگ الان داریم میبینیم، این خیلی برای ما حائز اهمیته. ما یه بار اومدیم تا 50% مجدد برگشتیم، بادی کندل زیرش بسته. باید ببینیم آیا برای بار دوم میخواد بیاد سمت 50% تست بزنه و بعدش هم این فیر ولیو گپی که پس زمینه داریم میبینیم، این فیر ولیو گپ دیلیمون بوده یا گپ دیلیمون بوده که حالا من کم رنگ تر کردم. بیایم تا این خط ترن لاین و مجدد ما ریاکشن نزول بدیم، یعنی یه جوری بشه که تمام این مسیری که به عنوان یه ترن لاین داره ایجاد میشه شیکونده بشه، تمام لیکویدیتی ها رو برداره. این یه سناریوه. خب در مورد ریزش پس ما یه مقدار بالا بزنیم، حداقل 79، حد اکثر هم حدود $80، از این نواحی برگردیم رو به پایین. سناریوی دوم چی میشه؟ سناریوی دوم اینه که نه، اصلا ما دیگه احترامی هم نذاریم به این قضیه و نهایت هایی که مثلا ببینه همین $77 باشه و رو به پایین حرکتمون رو ادامه بدیم. ببینید من نظرم روی نزول بیشتره. تا کجا؟ من حداقل به عنوان تارگت اول انتظار دارم 59 تا $60 رو نقره ببینه، مخصوصا تو شرایط فعلی که الان بوی طبل جنگ داره شنیده میشه، زمان دارن به هم میدن و فلان، ولی واقعیت اینه که الان تو اتاق مذاکره نشستن، فردا قراره تو اتاق مذاکره بشینن. واقعیت اینه که دو طرف دارن میگن ما میخوایم از دیپلماسی استفاده کنیم. واقعیت داره اینو میگه، هرچند واقعیت دیگه هم اون برای قضیه چی میگه؟ میگه آقا اینا علاوه بر اینکه دیپلماسی میکنن دارن آقا تجهیزات نظامی هم پر میکنن. ببین نقره فقط مال ایران، قضیهش مال جنگ ایران نیست. ما فقط حرف اینو میزنیم، میگیم اگه قرار باشه جنگ اتفاق بیفته خب مسلما فلزات گرون میشه. یه چیز دیگر هم تو ذهنمون داشته باشیم، یه مقدار نقره فیزیکی تو بازارها داره کم میشه، مخصوصا عرضه نقره از سمت چین کاهش پیدا کرده. چین بیشترین توانایی تو استخراج نقره رو، یعنی مثلا داره نقره خودش استخراج نمیشه، نقره از مثلا یه سری فلزات رو استخراج میکنه، از تو دل اونا نقره در میاد، ولی چین توان این پالایش کردنش تو دنیا خیلی زیاده و به خاطر همین چون الان عرضه نقرش به شدت کاهشی شده، من احتمال ببین وقتی کاهش پیدا میکنه یه چیزی یعنی ارزشش قراره بیشتر بشه. پس ما دو تا سناریو الان اینجا تو ذهنمون داریم، دو تا امتیاز میدیم برای تقویت نقره، ولی از کجا ما میتونیم تقویت بشیم؟ گفتم به عنوان سناریوی اول ما میگیم آقا بر فرض اینی که ما دیگه این کف $71 رو از دست ندیم، هر آن از همین $71 رو به بالا حرکتایی داشته باشیم میتونه ادامه روند صعودیمون باشه، شاید هم از همینجا بیان، ولی روند نزولی ما میتونه تا ناحیه 59 و $60 هم ادامه پیدا کنه با عنوان تارگت اول که بیایم لیکویدیتی های پایین هم بگیریم. خب ببینید نقره نوسانای زیادی میده، شما الان مثلا ماهانه بکن، برو عقب‌تر هم نگاه بکن، ببین رفتار چارت چی بوده، نگاه کن ما اینجا چقدر اصلاح داده نقره، 90% اصلاح داده. دفعه دوم چقدر اصلاح داد؟ حدود 75% اصلاح داد. یعنی ما عملا اینجا الان اصلا اصلاحی ندادیم،
میدونید چی میگم؟ هنوز اصلاحی ندادیم نسبت به این روند حرکتی که ما وقتی 166% رفتیم بالا، من انتظار ندارم 100% اصلاح بدیم، ولی تازه ما 50% اصلاح دادیم. پس جا برای اصلاح بیشتر رو من روی نقره میبینم تا نوایی 59 و $60 و بعد از اون تارگت آخر من میشه $54. شکوندن این دیمند حرکتی که ما روی $48 و $54 داریم، $52 داریم رو به پایین، اصلا یعنی سایکل کلا عوض شد. اینو تو ذهنتونه، ولی این کم بعیده، یعنی خیلی بعیده که این اتفاق بیفته. پس من انتظارم روی نقره شاید افزایش های قیمتی به سمت ترن لاین و بعدش برگشت به سمت پایین. دومین سناریو از همین جاها رو به پایین برگردیم، یعنی ما حتی احترامم نذاریم دیگه اصلا به این فیر ولیو گپ رو بگیم آقا ما همین یک باری که رفتیم تا 50% فیر ولیو گپ رو دیدیم دیگه نمیره بالاترش رو ببینه و این نوایی رو جا میذاره رو به پایین میاد. سناریو آخری هم که تو ذهنمه، یعنی وزن کمتری بهش میدم، از همینجا پاشیم بریم بالا که حالا مثلا حداقلش میگه گفتم تارگت های ما میشه $86، بعدش میدلاینمون $97، خود باکس فیر ولیو گپ $107، یعنی مثلا کلا ادامه روند بدیم و مثلا یه همچین چیزی رو ببینیم، بگیم آقا اومدیم اینجا یه الگو درست کردیم، این الگوه قراره با شکوندن این سقف معادل انقدر مثلا دوباره رشد بکنه. من بعید میدونم این سناریو رو. این در مورد نقره.